شاهین نجفی و لیلی بازرگان از هم جدا شدن. سالها کنار هم بودن و حتی عشقشون الهام بخش آهنگایی مثل کی میگیره جا تو بود. اما کم کم رابطه براشون سخت شد، مخصوصا برای لیلی که دیگه ادامه زندگی براش قابل تحمل نبود. در نهایت جدایی رو به موندن ترجیح دادن. شاهین نجفی با اسم اصلی مرتضی نجفی پور مقدم تو 19 شهریور 1359 تو بندر انزلی به دنیا اومد. بچه آخر یه خانواده شلوغ 8 نفره. وقتی فقط 6 سالش بود پدرش رو از دست داد. خودش میگه زیاد چیزی از باباش یادش نیست و بیشتر زیر دست خواهر و برادرای بزرگترش بزرگ شده. تو دوره نوجوانی خیلی مذهبی بوده، حتی قاری قرآن هم بوده. اونقدر جدی که سر مسائلی مثل حجاب با خواهرش بحث و دعوا میکرده. ولی خب این سختگیری‌ها خیلی با حال و هوای خانواده‌اش جور نبوده. یه جایی تو همین سن و سال سر دورایی موتورگازی و گیتار قرار میگیره. انتخابی که شاید سرنوشتش رو عوض کرد. شانسی یا شاید از سر دل گیتار رو انتخاب میکنه، اونم هدیه‌ای از طرف خواهر بزرگش. شاهین تو 16 سالگی پا گذاشت تو دنیای شعر و شاعری، اونم تو انجمن شیدای انزلی. 2 سال بعد وقتی 18 ساله بود کم کم دل به موسیقی داد. از همون اولم اهل کار سطحی نبود. گیتار رو با سبکای خاصی مثل کلاسیک و فلامنکو پیش استادای معروفی مثل سهراب فلک انگیز و فرزاد دانشمند یاد گرفت. یه مدت هم پیش فریدون پوررضا آموزش آواز، هارمونی و سولفژ دید که دیگه کم کم صدای خودش داشت شکل می‌گرفت. اما اینم بگیم که شاهین خیلی زود رفت سراغ سبک‌های خاص‌تر مثل راک و اسپانیولی، اونم تو ایران و به شکل زیرزمینی. با چند تا گروه مختلف همکاری کرد و عملاً داشت تو دل ممنوعه ها می‌جنگید. از سال 79 رسما وارد دنیای حرفه‌ای شد. اما خب فقط 2 تا اجرای رسمی کافی بود تا ممنوع صدا بشه. شاهین یه مدت دانشجوی جامعه شناسی بود، ولی خب از اونایی نبود که سر کلاس فقط یادداشت کنه و ساکت باشه. اینقدر با هنجارا درگیر شد که آخرش دانشگاه گفت داداش دیگه نیا. خودش هم بعدا گفت که این اخراج خیلی هم براش عجیب نبود، چون ته دلش میدونست اونجا جای اون نیست. میگفت احساس میکردم دیگه چیزی به من اضافه نمیکنه، فقط وقت تلفیه. شاهین میگه دوران سربازیش یکی از سخت‌ترین فصل‌های زندگیش بوده. 2 سال تموم توی پادگان 11 توپخانه مراغه، وسط اون بیابونا نزدیک شهر عجبشیر، روزا رو با تمرینای طاقت فرسا، بیخوابی و زندگی نظامی سپری کرد. از خوابیدن روی تختای فلزی و سود کشیدن‌های صبحگاهی بگیر تا بیگاری‌های بیپایان. شاهین نجفی توی سال 1384 رفت آلمان. اول یه گروه به اسم اینان رو راه انداخت، بعدم رفت تو گروه تپش 2012. این گروه رو توی ایران یه سری رسانه‌ها به عنوان گروه تروریستی و مارکسیستی معرفی کرده بودن. اما شاهین زود از تپش 2012 جدا شد و تو سال 1388 گروه آنتی کاریزما رو ساخت. توی این دوران شهریار آحادی هم مدیر برنامه‌اش بود. اولین آلبومش سال 2008 یعنی روز جهانی کارگر منتشر شد. اسم آلبوم ما مرد نیستیم بود که با همکاری گروه تپش 2012 ساخته شد. این آلبوم شروع رسمی شاهین تو دنیای رپ فارسی بود. تمام آهنگسازی و تهیه کنندگی رو گروه تپش 2012 انجام دادن، ولی همه شعرها و اجراها کار خود شاهین بود. تو اکتبر 2008 شاهین نجفی توی کنفرانس صلح در شهر اسن آلمان اجرا داشت. بعد از اونم توی کشورهای مختلفی مثل انگلیس، اتریش، هلند، کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، اسرائیل و سوئد کنسرت‌های زیادی برگزار کرد. طبق گفته‌ها و شنیده‌ها شاهین نجفی تو سال 2008 با خانم بهناز ازدواج کرد. اما بعد از مدتی شایعه‌هایی در مورد ارتداد شاهین نجفی توی فضای مجازی پخش شد. این شایعه‌ها فشار زیادی به زندگی شخصی اون وارد کرد و در نهایت باعث شد که این دوتا از هم جدا بشن و طلاق بگیرن. لیلی بازرگان همسر دوم شاهین نجفی از یه خانواده معروف توی رسانه‌های ایران بوده. اون دختر عبدالعلی بازرگان، روزنامه‌نگار و نویسنده معروف و نوه مهدی بازرگان، نخست وزیر سابق ایرانه. خودش هم نویسنده و روزنامه‌نگار خیلی موفقیه که تو این زمینه‌ها خیلی پیشرفت کرده. تو ابتدای سال 2010 شاهین نجفی یه گروه موسیقی به نام آنتی کاریزما راه انداخت. این گروه توی سبکای راک و بلوز فعالیت میکرد و از 4 نفر تشکیل شده بود.
شاهین نجفی، بابک خزایی، آرمین مستعد و پژمان افشاری. گروه آنتیکاریزما اولین کنسرت‌های رپ و راک خودشو تو فستیوال ماه فوریه رپ فارسی که تو سوئد برگزار شده بود اجرا کرد که استقبال خوبی هم ازش شد. تو سال 2014 شاهین نجفی تو کنسرتی تو تورنتو به همراه هم‌نوازای غیر ایرانی خودش که به طور کامل لخت بودن بخشی از لباسای خودشون رو در آوردن. این حرکت باعث شد که واکنش‌های زیادی از طرف مردم و رسانه‌ها به وجود بیاد. بعضی‌ها ازش استقبال کردند، بعضی‌ها هم نقدهایی بهش داشتن. 2 فوریه 2017 در تل‌آویو اسرائیل کنسرت مشترکی با گروه موسیقی بلکفیلد برگزار کرد. تو این کنسرت آویو گفن خواننده گروه بلکفیلد و شاهین نجفی یکدیگر رو برادر خطاب کردند که باعث شد این کنسرت بیشتر جنجالی بشه و توجه زیادی رو به خودش جلب کنه. شاهین نجفی توی مصاحبه گفته که خدا رو باور نداره و به مفاهیمی مثل خدا و شیطان به صورت ایدئولوژیک باور نداره. این حرفش باعث شد کلی حاشیه درست بشه. بعد از جدا شدن از گروه آنتیکاریزما، شاهین نجفی به صورت انفرادی کار کرد و با خیلی از خواننده‌ها و آهنگسازهای مختلف همکاری کرد. این همکاری‌ها باعث شد که موسیقیش بیشتر شناخته بشه و سبک‌های مختلفی رو امتحان کنه. شاهین نجفی یه مدت با نوید زردی خواننده کرد همکاری‌های زیادی داشت. این همکاری‌ها باعث شد که تو استکهلم سوئد کنسرت مشترک برگزار کردن که مورد توجه طرفدارا قرار گرفت. شاهین نجفی و محسن نامجو تو آهنگی به اسم پریود با هم همکاری داشتن که واکنش‌های زیادی داشت چون خیلی‌ها این ترانه رو زن‌ستیز می‌دونستن. امیر عظیمی خواننده پاپ داخل ایران تو آلبوم سال خون چند تا همکاری با شاهین نجفی داشت که بعداً با تک آهنگایی مثل پلنگ زخمی ادامه پیدا کرد. این همکاری‌ها بعد از حکم ارتداد شاهین نجفی قطع شد. مهدی موسوی ترانه‌سرای خیلی از آهنگای معروف شاهین نجفی بوده مثل محرمانه و ناگهان. به خاطر این همکاری‌ها مهدی محکوم شد به 9 سال زندان و 99 ضربه شلاق. مجید کاظمی آهنگساز و تنظیم کننده خیلی از آثار شاهین نجفی بوده. این دوتا با هم در آلبوم‌هایی مثل سال خون، 1414 و ترامادول همکاری کردند. فاطمه اختصاری یکی از شاعرها و ترانه‌سراهای برجسته‌ای بود که با شاهین نجفی تو آلبوم سال خون همکاری کرد. به خاطر این همکاری‌ها اون به 12 سال زندان و 99 ضربه شلاق محکوم شد و کتاب‌هاش هم از بازار جمع‌آوری شد. یغما گلگویی یکی از آهنگسازایی بود که با شاهین نجفی همکاری داشت و کارهای معروفی مثل رانندگی در مستی و عمو نوروز رو با هم منتشر کردند. شاهین نجفی چند تا همکاری با بابک امینی موسیقیدان معروف داشته و یکی از معروفترین این همکاری‌ها ترانه پرواز بوده که به یاد جانباخته‌های پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین منتشر شده. سال 2012 شاهین نجفی با قوقا آهنگ انقلاب تفکر رو ساختن که توی این آهنگ خواننده‌هایی مثل گوگوش و اندی رو تمسخر کردن.